مثل خیلی از آدمای دیگه ما هم تصمیم به مهاجرت گرفتیم، اما با یه تفاوت بزرگ. ما مقصدی رو انتخاب کردیم که شاید برای اکثر ایرانی‌ها اصلا حتی توی لیستشون هم نباشه. وقتی به اطرافیانمون گفتیم داریم به آفریقای جنوبی مهاجرت میکنیم، همه با تعجب میپرسیدن واقعاً؟ چرا آفریقا؟ در آخرم بهمون میگفتن حیف شما نیست؟ ولی امروز میخوام شما رو به چهره‌ای کاملا متفاوت از آفریقای جنوبی آشنا کنم، جایی که شاید تصورتون ازش کاملا اشتباه باشه و حقیقت خیلی جذاب‌تر و مدرن‌تر از اون چیزی باشه که انتظارشو داشتید. احتمالاً براتون جالبه که بدونید اینجا دقیقاً همون آفریقای جنوبیه که خیلی‌ها فقط به چشم یک کشور فقیر و عقب افتاده بهش نگاه میکنن، اما واقعیت چیز دیگه ایه. اینجا پر از مرکز خریدای مدرنه که هیچ فرقی با معروف ترین مرکز خریدای دنیا نداره. از برندهای معروف بین المللی گرفته تا فروشگاه‌های لوکس، همه چی اینجا پیدا میشه. شاید براتون غیر قابل باور باشه، ولی این آفریقای جنوبی فقط طبیعت زیبا و حیات وحش نیست. یک زندگی کاملا مدرن و شهری هم اینجا در جریانه. یکی از بزرگترین تصورات غلطی که شاید خیلی‌ها از آفریقای جنوبی داشته باشن اینه که فکر میکنن اینجا همه سیاه پوستن. اما حقیقت اینه که آفریقای جنوبی یک کشور با تنوع نژادی بالاست و جمعیت زیادی از سفید پوستا هم اینجا زندگی میکنن. نصف جمعیت اینجا رو آدم‌هایی تشکیل میدن که اصلیت هلندی، آلمانی، انگلیسی و حتی پرتغالی دارن. بهشون آفریکانر گفته میشه و خیلی از اینها موهای بلند و چهره‌های کاملا اروپایی دارن. این کشور تاریخ پیچیده‌ای داره که باعث شده فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف در کنار هم زندگی کنن. اینجا نه فقط فرهنگ آفریقایی، بلکه فرهنگ‌های اروپایی هم به خوبی دیده میشه و این ترکیب واقعاً جذابش کرده. یکی دیگه از چیزایی که اینجا واقعا جالبه، علاقه شدید مردم آفریقای جنوبی به ورزش، به خصوص راگبیه. راگبی تو این کشور نه فقط یه ورزش، بلکه یه جور فرهنگ و غروره. همه از پیر و جوون گرفته تا زن و مرد طرفدار این بازی هیجان انگیز هستن و وقتی تیم ملیشون اسپرینگ بوکس بازی داره، کل کشور تو هیجان فرو میره. راگبی برای مردم آفریقای جنوبی نماد اتحاد و همبستگیه، همونطور که تو تاریخشون هم نشون دادن. هر مسابقه شون پر از انرژی و هیجانه و واقعا دیدن این حجم از عشق به ورزش آدمو به وجد میاره. اینجا یه لحظه از شادی و هیجان مردم بعد از برد اسپرینگ بوکس رو میبینید. بعد از هر پیروزی این رقص‌ها و جشن‌ها تو خیابون‌های آفریقای جنوبی برپا میشه. این فقط یه برد ورزشی نیست. اینجا راگبی باعث شادی، وحدت و افتخار ملیه.
Early morning light shines bright, chasing dreams into the night. Every step we take, every sigh, through the lows, reaching high. In this world of endless race, time slips by, we keep pace, holding tight to what we feel, finding truth that's real. Life's a journey, winding road, carry on, lighten the load. Through the storm and sunshine, smile, walk this path mile by mile. Hands held tight in unity. حالا که این چهره متفاوت از آفریقای جنوبی رو دیدید، فکر کنم متوجه شده باشید که اینجا چیزی فراتر از تصورات کلیشه‌ایه. آفریقای جنوبی کشوریه که زیبایی‌های طبیعیش با زندگی مدرن و تنوع فرهنگی در هم تنیده شده. شاید تو انتخاب مسیر مهاجرتمون تعجب و پرسش‌های زیادی بود، اما همونطور که دیدید این کشور دنیایی از فرصت‌ها و شگفتی‌هاست. مهاجرت همیشه یه چالش بزرگه، اما وقتی مقصد جایی باشه که بتونی هر روز چیزای جدید یاد بگیری و شگفت زده بشی، اون چالش تبدیل به یک ماجراجویی هیجان انگیز میشه. ممنون که با من همراه بودید. لایک، سابسکرایب و خلاصه حمایت یادتون نره. منتظر ویدیوهای بعدی از زندگی در این سرزمین پر از شگفتی باشید.